سلام عزیزم، حال دلتون چطوره؟ برای بچه خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. برای بچه امروز اومدیم که یه سری آمدن توی کالاف باگ انجام دادن، باگ این که تیر نمیخورن و خیلی خفنه، ولی من پیشنهاد میکنم انجامش ندید. خلاصه دیگه من آموزششو میدم ولی انجامش ندید که بهتره. دم تک تکتون گرمه، بریم سراغ آموزشش. خب بچه آموزشش خیلی ساده هستش، ادامه ویدیو همش رو بهتون میگم. و اینکه الان بچه تو این گیم پلی واقعا اینترنت هم ضعیفه، اگه یه خورده بد پلی میدم یا چیزی به بزرگی خودتون ببخشید. آموزش این که چطوری تیر نخورید. خب بچه ما به یه چند تا چیزی احتیاج داریم. یک اولی یا بگیم اولین چیز این کلاسور هستش. این ببینین نامرد، من اینترنتم ضعیف بود زدم ولی الان دوباره اومدم و اونو زدمش. بله داشتم میگفتم برای اینکه به چه چیزایی نیاز دارید. اولش این کلاسور، این کلاسور رو حتما میخوایم و اونی که میخواد که بهش تیر نخوره باید این کلاسور رو برداره. حتما هم توی مپ ایزولیتد برداشت دارید و این کلاسور رو برمیدارید و یکی از یاراتون باید حتما اسمارس یا یه چیزی که بشه خودش رو ناک کنه بزنه. مثلا نارنجک نه ولی اسمارس یا یه گانی، حالا اسمش هم نمیدونم، با یا اون با یکی از اینا خودشو ناک میکنه. البته یه بار نه، 5 بار باید خودشو ناک کنه و بعد از اینکه خودشو ناک کرد، هر دفعه که ناک کرد باید سریع بلند شه و دوباره خودشو ناک کنه و حتما به یاد داشته باشید که تیرای کافی داشته باشه و اون یارش هم که کلاسه رو برداشته هر بار اونو بلندش میکنه و بعد از 5 بار دیگه هیچ تیری به اون یارو که کلاسه رو برداشته نمیخوره. حالا دلیلش هم نمیدونم و باید حداقل اکتیویژن برش داره که همه پلیرها بازی خوبی داشته باشن و اینم بیاد داشته باشید که بچه حتما اصلا انجامش ندید. و خلاصه اینم از ویدیوی امروزمون بود که در مورد این باگ بود و حتما هم برش میدارن طی چند سیزن آینده. و دوستان عزیزم حتما این گیم پلی رو ببینید که با اینترنت ضعیفم چطوری پلی میدم. حالا اینجا دیگه خیلی اینترنتم ضعیف بود، یعنی اصلا پینگم حالا نمیشه نمیدونم چطوری بازداشت کنم ولی پینگم واقعا خیلی ضعیف بود. و خلاصه دیگه ببینیدش، دم تک تکتون گرمه. و دوستان عزیزم حتما هم نظرات خودتون رو داخل کامنت ها بگید، دمتون گرمه. حالا دیگه یه کامنت هم بذارید بچه ها چطوری اینترنتم رو یه خورده خوب کنم. اینترنتم خیلی ضعیف، به نازم اینترنتم خیلی ضعیفه. من راستشو بخوام یه چند مدت یه کالاف رو حذف کردم و دوباره اومدم تو بازی. اگه خیلی خوب پلی نمیدم به بزرگی خودتون ببخشید. ایمم روی ایمم کار میکنم که یه خورده بازیم بهتر شه و شما دوستان عزیزم هم حتما حمایت کنید. دم تک تکتون گرمه. گوشیم هم خیلی باگ داره، اصلا از 10 تا گیم پلی این گیم پلی باگ نداشته، اصلا نمیدونم چطور بود، گذاشتمش جلوی کولر. حالا ببینید بچه این صحنه رو باید بگی باگ دیویژن، نگاه کنید خداییش باید میمرد با این کلت منو زد. اشکال نداره، دمتون گرم، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی من، بای بای.